دوستان عزیز درود. این نشری نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. ما برنامه خش را چون هر وقت نخست با سخنسری گزارش‌های ترانسفری بازیگران توجیک شروع میکنیم. اولی گپ اینه که شمار بازیگران منتخب در صف استقلال کم شدن میگیرد، زیرا آنها یکی از پس دیگر و چمپیونات‌های همسایه کشور میروند. بعد رفتن احسان به ازبکستان، این نوبت حمدانی کمالوف به چمپیونات ایران رفت. قید بازیگری گلگوهر شهر سیرجان شدن این بازیکن 21 ساله توجیک الکی رسما خبر داده شد و قرار همکاری به مدت 2.5 سال به امضا رسانیده شده است. ما با کمالوف در این جدای ورزشی برار میخواهیم و مهم این که این بازیگران ما باز به زودی از آن چمپیونات ها برنگردند. بازیگری دیگری تیم ملی منوچهر سفرов است که الکی چون بازیگری جدید دسته دیناموی سمرقند اعلان کرده شد. سفرов که در گذشته در pro-لیگای ایران برآمد میکرد، طی چند سال اخیر در فوتبال ازبکستان میدانداری میکرد. نویگرای اخیری وابسته به دسته روشنی کلوب باشد این است که شیردین بابایف با کلوب ارنا رفت. حمله‌ور 25 ساله تیم ملی تاجیکستان شیردین بابایف از این پس با پیراهن روشنی کلوب برآمد میکند. نباید فراموش کرد که چند پیش پدر شیردین ظاهر بابایف در تیم روشن دیرکتوری تکنیکی تعیین شده بود. پس میتوان گفت که شماره بابایف ها و میرخمیدوف ها در روشن اکنون برابر شد. از صف روشن باشد لگیونر گانیگی ساموئل افوری بیرون شده به صف دسته زیم روی مولداوا پیوست. برای نماینده افریقایی این گزارش البته که قدمی بزرگی به پیش است. گزارشی ترانسفری مربوط به بردسته محلی از ساحل دریای سیر باشد آن است که احسان بابایف بعد رفتن از خوجند چون بازیکن جدید بخش آغازدار معرفی گردید. همچنین سفرمت غفارov و علیشیر براتوف نیز صف دسته خوجند را ترک نمودند. نقطه دیگری قابل دقت در فوتبال شمالی کشور این تغییرات کادری احتمالی در صف بانکداران است. با احتمال زیاد اسخط سرمربی رسیدگی خش ایگور سوروف را از دسته جواب می‌دهد و تکیه به مربیان محلی می‌کند. گفته می شود که یاردمچی ایگور سوروف شهرت عمروف یکی از مدعیان اساسی به مسند سرمربیگی دسته گفته می شود. انتظار است که یاوری علی مسعودی نظرزاده در روشن ایام عبدالمولانوف به ستاد شهرت عمروف همچون یاوری سرمربی خواهد پیوست. از گزارش‌های ترانسفری فوتزال کشور اگر یک بار دهان گشاییم، آنجا تشریف آوردن گروه برازیلیون و مثال برآمدن زنبروغ بعد باران است. نخست دسته ایسار کمپانیا با 3 بازیکن برزیلی قرارداد به امضا رسانید. اینها دا سیلوا اندرسون گوستاو، کاردوسو آلوس خوگو و ناکازاتو لوکاس آگوندا می باشند. سپس دسته فوتزال سپر شهر خوجند یک باره 4 بازیکن برزیلی دیگر آورد. اینها باشند رافائل کامیلو بویانو، ادواردو بسی دا سیلوا، رودریگو آنتونیو دالماز پاردال و برونو مورا دا سیلوا پترسون هستند. همزمان دسته فوتزال استروشن با بازیکن ایرانی غلامرضا سفری حمید و قنات صادقov از قرقیزستان تا آخر موسم امسال سوپرلیگا قرارداد همکاری به امضا رسانید. خلاص که رقابت‌ها در لیگ فوتزال کشور با آمدن چنین نفران بسا جالب‌تر و دیدنی‌تر خواهند شد. زمانی که بازیگران توجیک نو از سمت حاصلات فرخار بر روشنی شهر کولاب می آیند، بازیگری منتخب ازبکستان الکی در بزرگترین چمپیونات‌های فوتبال دنیایی گرد خود سر و صداها بلند می کند. موضوع گزارش عبدالقادر حسینوف به من سیتی البته که ارزنده 100 حریف و آفرین هاست و نوشتی داستان‌های بزرگ است. عبدالقادر با رفتن خش به این دسته بزرگ انگلیسی نه تنها از پیشروی فوتبال ازبکان صدا بلند می‌کند، بلکه با یک بارگی کل فرهنگ فوتبالی آسیای مرکزی را معرفی‌گر خواهد بود. ولی از جانب دیگر گزارش عبدالقادر حسینوف با منچستر سیتی چی ثمر می‌آورد؟
چطور تنبلترین‌ها هم می‌دانند نیمه اول موسم برای من سیتی دردآور و پر از مشکلی‌ها انجام یافت. جراحت رودری عوض نشونده و ضعیفی‌ها در خط دفاع بعضاً سببگار چنین ناکامی‌های سیتی و دردی سر برای کلی زیرک شدند. از این رو سیتی را در بازار زمستانه ضرور آمد تا دستان وارد جیب نماید و نفران نو را شامل دسته کند. خریداری دفاعگر مرکزی که برای گواردیولا در کار بود پیش از همه دقت‌ها را به سمت دفاعگر پالمیراس ویتر ریس جلب نمود، ولی در این برابر عبدالقادر خوسانوف از لنز در لیگ یکم مورد دقت‌های خاصه من سیتی قرار گرفت. بازیگر جوانی منتخب ازبکستان تابستان سال 23 همگی بر عوض $100,000 از انرژتیک بگوی بلاروس به چمپیونات فرانسه آمد. اکنون میتواند بر عوض 50 میلیون یورو به نزد گواردیولا رود. الکی گفته می شود که بازیگر نادر ازبک بهره گزارش از معاینه طبی به منچستر سیتی می رود و الکی در بازی ضد گاور شرکت کرده نمی تواند. در مورد هنرهای ناتکراری خوسانوف سر از خود مربیان لنز الکی همه فوتبال دانان در فرانسه گفتند و به واهمه کردن اگر خوسانوف زور نمی بود و گواردیولا پسند نمی آمد، زیرا پپ از برای بازیگران اندک و مندک هیچ وقت 30-40 میلیون یورو به بازار نمی برآورد. خلاص که گپ و کلاچه اوید رفتن خوسانوف پیش گواردیولا را الکی همه سر از خود فابریسیو رومانو تصدیق نموده و الکی گپ سری سوم هم فعالانه می رود. ترانسفری بازیگر جوان منتخب ازبکستان اگر بر عوض 50 میلیون یورو هم نشود بر عوض 30-40 میلیون یورو انیق می شود و عبدالقادر خوسانوف هم اولین فوتبال باز ازبک در تاریخ پریمیر لیگ انگلیس خواهد بود. او بازیگری خواهد شد در خریطه فوتبالی منطقه آسیای مرکزی یک بار دیگر نام کشوری خود را به سما میبرد. در منچستر اگر همگان انتظار تشریف عبدالقادر خوسانوف هستند در شهر لیورپول باشد، اورتون الکی مربی نوش را استقبال گرفت. این هم دیوید مویسی شتلندی است که بعد 12 سال فراموشی اخیراً به گودیسون پارک برمیگردد. شرطنامه کاری با متخصص 61 ساله که ایریس او را الکی از سال 2002 تا سال 2013 تمرین داده بود به مهلت 2 سال بسته شده است. اکنون شتلندی زردینه را ضرور می آید تا اورتون را از اینه 16 بالا برآورد و مخلصان هم هرچی تیزتر نتیجه های شان دایچ را فراموش کنند. همزمان ارسنال مارکینیوس را تا به آخر موسم جاری با کروزیرو فرستاد. این بازیگر نو از فلومیننس آمده بود که دیگر باره به وطنش گسیل کرده شد. این بازیگر 21 ساله بار اخیر در صف ارسنال ماه ینور سال 23 به میدان آمد و به قول خپودم دیگر از صف توپچیان به اجاره ها روان کرده شد. در قسمت دیگری لندن باشد پاتر جای کاری نو یافت. بعد از وظیفه سرمربیگی سبکدوش کردن یولن لاپیتگی، پاتر سرمربی دسته وست هم یونایتد گردید و شرطنامه کاری هم 2.5 سال را در بر میگیرد. سابق سرمربی چلسی که عین حال 49 سال دارد بعد ماه اپریل سال 23 جای کار پیدا کرد و اگر کارهایش به مثال نتیجه ها در برایتون باشند همه به قول جانان می شود. دسته وست هم باشد عین حال در زینه 14 قرار دارد و باید که بهره رفتن و زینه های بالاتر از حاضر دست به کار شد. یک دسته دیگری مشکل داشته در انگلیا این ساوثگمپتون می باشد که الکی در بازار فعال شد. ساتون با دفاعگری 18 ساله والنسیان ساندا ژاشیم شرطنامه بست. دفاعگری منتخب فرانسه U19 با کمک ساوثگمپتون می شتابد و قرارداد میان جانب ها باشد تا تابستان سال 29 است. گورگان وولز با ارزش 16.6 میلیون پوند استرلینگ دفاعگر رینز امانوئل اگبادو را خریداری کردند. شرطنامه با بازیگر افریقایی 4.5 سال را در بر گرفته با امکان تمدید کنی به 1 سال دیگر را تشکیل می دهد. بازیگر 27 ساله هم از فرانسه به داد دوستان آمده است. در اسپانیا باشد رئال مادرید نیز قرار کرد که باید فتح خود را داشته باشد. هرچند که از فتح بارسا عین حال هیچ درکی نیست، ولی مادریدیان از برای دفاعگر 18 ساله لیگانس 100,000 یورو مصرف نمودند. لامینی فتح در او به کاستیلیا روان کرده شد و ممکن با مرور زمان و کسب تجربه بیشتر یگان وقت به تیم اساسی شاهانه شامل شود.
دسته سابق سریخا راموس باشد قرار کرد با شویتساری‌ها دوستی را مستحکم کند. گپسری باشگاه سیویلیا می رود که بازیگر کناری منتخب شویتساریا روبن وارگاس را از آوکسبورگ آلمانی با ارزش 2.5 میلیون یورو خریداری کرد. بازیگری 26 ساله با اندلوسیا شرطنامه مهلتش تا سال 2029 امضا نمود. ناپولی کانته از بورنموث نیمه‌گر فیلیپ بیلینگ 28 ساله را با حق خریداری 9 میلیون یورو به اجاره گرفت. این موسم بیلینگ در 10 بازی پرمیر لیگ انگلیا شرکت ورزیده. موسم قبلی در 29 بازی 2 گل و 2 پرتافت گلی با آمار گرفته بود. همزمان ناپولی مایکل فالارون را به اجاره به فیورنتینا با حق خریداری 8 میلیون یورو روان نمود. نیمه‌گری 28 ساله تنها در 8 بازی موسم جاری سری آ به میدان آمد و خود درک کرد که اگر زمستان از پیش کانته نرود موسم هم بیهوده میگذرد. از این رو بهترش بر وقت ترک رفتن در کار بود. موی سفید رانیری باشد از روما انسو لفه را به اجاره به ساندرلند روان کرد، ولی اینجا مبلغ گزارش بعدی 23-24 میلیون یورو را تشکیل می دهد و این هم در حال می شود که اگر سانس به پریمیر لیگ انگلیا برآیند. اگر نه تا آخر موسم این بازیگر در انگلیا برآمد نموده پس به پایتخت ایتالیا برمیگردد. در آلمان باشد بازار زیمیستانه را ویژ زنبوران به داد آورده است. گپسری فعالنوکی بروسیای دورتموند در بازار می رود که با لگانس مهلت اجاره‌ای سباستیان آلر را قطع نمود. آلر از این پس در صف اوترخت برآمد نموده موسم جاری را در چمپیونات نیدرلند به پایان می رساند. همزمان شتوتگارت برای وضع 1.7 میلیون یورو نیمه‌گری هافنهایم یاکوب برون لارسن را خریداری کرد و بازیگری منتخب دانیا با تیم نوش شرطنامه تا سال 27 امضا نمود. این موسم لارسن 26 ساله 12 بازی در بوندسلیگا گذرانیده 2 گل و 2 پرتافت گلی با آمار گرفت. در کشور فرانسه و به قول تاریخ نگاران در رسپوبلیکای پنجم لیون برای وضع 15.2 میلیون یورو نیمه‌گر ماکسانس کاکره را به کام فروخت. شرطنامه میان جانب‌ها باشد تا تابستان سال 29 مهلت داشته. به قول فابریزیو رومانو لیون از برای فرانسوی 24 ساله در عموم 17 میلیون یورو به دست می‌آورد. همزمان دسته از شاهیگری موناکو هم به کار نمانده با بهترین نشانزنی لیگ آوستریا میکا بیریت از شتورم شرطنامه امضا کرد. این موسم حمله‌ور 21 ساله چون بهترین نشانزنی چمپیونات آوستریا بوده در حساب او 11 گل و 4 پرتافت گلی در 16 بازی است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.